در روایت دارد که حضرت زینب سلام الله علیها وارد منزل سید الشهدا شده بود. آقا سید الشهدا مشغول خوندن قرآن بود. خوب گوش بدید. روایت داره که امام حسین قرآن رو بر زمین گذاشت، زینب رو در بغل گرفت، آورد کنار خودش نشون. امام صادق علیه السلام میفرماید که این زن به کجا رسید که آقا قرآن زمین بذاره، عمه رو تو بغل بگیره. یعنی قرآن بدون عمه قرآن نیست. خیلی عجیبه. میخواد عربیشو بخونم، خیلی زیباست. در کتاب اختصاص شیخه. کجا رسید یک زن؟ چرا زن را ملعبه میکنید؟ چرا زن را شیطان میخوانید؟ زن که شیطان نیست. زن در مکتب سلوک به جایی میرسد که جانشین قرآن میشه. لذا چند تا لقب داره ایشون، 46 تا لقب داره. من که موفق نمیشم 46 تا لقب رو در یک شب بگم. یه دو سه تا رو میگم، عرض میکنم. یکی از القابش اینه که نیابت الحسین. زینب نایب حسین شد. خب میدونید نایب امام باید امام بشه. تمام این 46 تا القاب رو در انوار القدسیه مرحوم کمپانی همه رو به شعر بست، به اشعار بست. یکی از القاب ایشون میخوام در امتداد همین بحث بگم، امینت الله. شما در طول تاریخ یک محمد امین داشتید، غیر از این که نبود. همه میشناسن محمد امین کی، حتی غربیا. ولی حساب بکنید الان میگیم که زینب امین، زینب امین، امینت الله.